ببینید الحمدلله 18 سال زحمتی بیماری الله کشید. 18 سال شیطانی ملعون دیگه کی خدا را نولکه گفت میگه آخی ایوب این قدر چیز چوره دادش میخوند یا فرمایت هم میکنه اگر گفت همین چیزاشو بگی که انسان یک حلقش حرام شود 40 روز بامداد خون میگه کسی که پیغمبر بامداد خونه من صلى صبح فهو في ذمة الله خدا در ذمه‌اش میگیرد امروز نترسه گشتن علی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ای پاک و پروردگار آنچه مسائلی که ذکر کردیم اولا این مسجدم چندین بابا هم آباد کرده رفتند. خدا آنها در همین دیار گذشتگی ها محتاج دعا هستند. خدا آنها خبرهاشون پر نور آخرتشون آباد بگردانی. استعیذ بالله و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز غمی او دیگر هیچ کار نداریم. ما شاخ درختیم پر از میوه توحید، هر ره گذری سنگ زند آر نداریم. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. دیگه این صحبت دوامش حضرت علی رضی الله تعالی عنه سخنی مبارک شه دوام میتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا خیر فی قراءة لا تدبر فیها. حضرت علی گفتن یعنی خوبی نیست، نیکی نیست در قرائتی که در وی چی نباشه، تدبر نباشه، یعنی تفکر نباشه. باید که آدم قرآن خون البته چیکار کنه، گویا که بخونه که معنی قرآن فهمیده استگی باری، یعنی پلا پرتش نمیسال تیست نه، بلکه با فکر با اندیشه. بعضی علما گفتن که باید محزون خونه، چونکه وقتی قرائت انشاءالله با محزون خونه اگر انسان دا تأثیرش دیگر خیلی میشده، یعنی قلب انسان دا میرسیده، یعنی ناله کرده خوندن قرآن. یعنی پیامبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم که زین القرآن بی اصواتکم، یعنی شما قرآن زینت با آوازهای خودتون، یعنی مقصد آواز که قاعده تجویدی کردی، یعنی پراویل قرآن کتی انشاءالله خوندنی چی؟ الحمدلله قرآن. برای این خدا خواهد اگر انسان قرآن انشاءالله با تدبر خونه انشاءالله گویا که معنیش میفهمه، انسان در تأثیر زیاد میشه. ولی من اگر عالم قاری های برجسته قالی های خدا خواهد با خودش باری باشد، اگر آیت های خدا خواهد انشاءالله جنت بی اگر خرسان میخونن، شادی کرده میخونن. آیت هایی که وقتی انشاءالله در باره وصفی دوزخ میاد گریه میکنن، تأثیرش دیگه میشه. ما چون که معنی قرآن اکثر مو نمیدونیم، ما شما یک تیم کتی رفتن میگیریم، جنت نگرد رفته سمی، دوزخ نگرد رفته سمی، دیگر جان نگرد سمی. که مثلا من سوره خدا خواهد انشاءالله اگر نوح اگر خونین انشاءالله الحمدلله حضرت نوح نسبت قومش انشاءالله التماس کرگیاش نسبت قومش دعوتاش آزارهاش الحمدلله بسیار انسان تأثیر بخشه. برای همین حضرت علی گفتن که خوبی ندارد، یعنی او قرآنی که قرائت میکنی ایلا در وی چی نباشه، تدبر نباشه. برای همین خدا خواهد فکر کنه که گویا که قرآن هم معنیش فهمیده استید انشاءالله خدا خواهد. دویم گفتن لا خیر فی علم لا ورع فی. نیست گفتن خوبی در علم تا که در وی پرهیزکاری نباشه، در وی تقوا نباشه انشاءالله خدا خواهد. یعنی طالب علم باید که چیکار کند؟ الحمدلله تقوادار باشد، یعنی از چیزای حرام شبهات پرهیز کند. منجا خدا خواهد یک حکایه هست. خب وروی ان رجولا خرج من بنی اسرائیل الى طلب العلم فبلغ ذلك نبيهم فبعثه إليه فأتاه فقال له يا فتى
اینی اعوذک بثلاث خصال فیها علم الاولین و الاخرین. از بنی اسرائیل میگد حضرت یعقوب علیه السلام فرزنداش بنی اسرائیل. یک میگد انسان جوان خواست که چیکار کنه، یعنی برای طلب علم کردن برویه، یعنی برای سفر خدا خواهد انشاءالله. من پیشم مثل بخارا می رفتن و ها کذا دیگر یعنی مملکت ها خدا خواهد انشاءالله رفتش که میکردن علم طلب میکردن. بس میگد همین خبر میگه چیکار کرد، یعنی با پیغمبری همون زمانه رسیدن بعد الله سبحانه و تعالی و اینه چیکار کرد، فرسوندشان پیش جوان. گفت برا بگوش. گفت اومده گفت که میگه ای گفت جوان، گفت من شنیدم که تو این طلب علم میرفته، من برایت یک خبر میتیم که 3 خصلته در این علم اولین و آخرین همه، یعنی 3 خصلت من میگومد اگر همین عمل کرده تونی چیکار کن، برات علم طلب که، الا نتونی نرو علم طلب کردن. گفتن یکم خف الله فی السر والعلانیه، یکم گفتن ای خدا بترس در آشکار هم خفیه هم. گفتن علم اولین این آخرین داره، یعنی انسان چی در خفیه چی در میزو که در بین مردم هم ترسیدن یا که در خلوت هم چی از خدا ترسیدن. گفت هم نگو ایدهش میبرای، اگر بره گفت مرحمت برا و طلب علم کن. دیفتن و همسیک لسانک عن الخلق لا تذکرهم الا بخیرین، یعنی نگاه دار زبان تا از مردم را ذکر کردنش مگر هم ذکر که خوبی شود. یعنی مثل اونجا رفته اگه که طلب علم تو برفتی و در اونجا اون مردم گنده کردی این انت بگنی نمیشه افتن، فقط خوبی ها یاد که کم زوزی گجای را این خدا خواهد انشاءالله همه قوم خوبی هاشه. مثل که من قبلا یک ماه پیش گیم که در خدا خواهد انشاءالله تاشکنج دیم الحمدلله در یک مسجد استقامت کردیم، مش خوب الحمدلله. از یک خدا از 5 سالش تا خدا خواهد 80 سالش بیچاره حرمت کردن عزت کردن الحمدلله. خدا خواهد چی خدا خواهد ایدهش اومد، خدا خواهد یا که امامی همونجا برادر الحمدلله بسیار خدمت کرد مدتی، خدا خواهد 3 هفته الحمدلله. گفتن خوبی هاشون فقط ذکر گفتن. 3 گفتن وانظر خبزک الذی تأکله حتی یکون من الحلالی. گفتن ای بچه، گفتن نگاه کن، گفتن نام تا همین خیلی نانی که میخوری باید که حلال باشه. گفتن یعنی طعام میخوری افقاتی که نون و چیزی که میخوری گفتن همون چیز حلال باشه. گفتن بعد برو. گفتن میگه فامتنع الفتى عن الخروج، میگه جوان میگه بس کرد، میگه گفت که من ایده نمیبرم. میگه ایده همین نبره. گفت یعنی چیکار که گفت نه که گفت آخیل من باشم نرو. میگه جوان من شد، میگه طلب علمی هم بس کرد. بینید حسن البصری رحمت الله سخنی خوب شنه ان حسن البصری من لا ادب له لا علم له، من لا صبر له لا دین له، و من لا ورع له لا زلف له. حسن بصری رحمت الله در دنیا 7 آدمان بزرگه عیناً در اسلام در دنیا، نه اینکه در یک که ازبکستان یک تاجیکستان قرقیزستان، نه در تمام دنیا 7 بزرگاه های، یکتاش حسن بصری رحمت الله علیه. الحمدلله. همین حسن بصری رحمت الله چی میگن؟ کسی که آداب نداره و علم نداره. بینید در اسلام ما و شما آداب اولین درجه را بوز میکنه. کسی گفتن آداب نداره گرچه نیوه عالمه، گرچه نیوه قاری خرام باشم و علم نداره. گفتن ولی دستمی آداب بهترین موضع یکم جانه. اول علم مثل آداب و آداب مثل این علم خدا خواهد میوه هم آدابه. پیغمبر بزرگان که العلم الادب شجرون والعلم ثمرون فان لم یکن الشجرون فکیف یکون الثمر. همین گفتن آداب درخته، علم میوه همون درخته. گفتن بس اگر گفتن درخت نباشه میوه از کجا حاصل میشه؟
اگر بسیان آدم نداشته باشه وای کجا عالم میشه وای کجا علم حاصل میکنه دین و من لا صبر له لا دین کسی که صبر نداشته وای دین نداره باید که ما شما همیشه صابر باشیم در همه حالت انشاءالله خدا خواهد که سرمون مصیبت ها میآید انشاءالله خدا خواهد چندین مصیبت ها گیم که خونم دا پدرم مرده مادرم فرزندم یا زنهامو گیم که یا بدم خدا خواهد درد میتی الله سبحانه و تعالی مثل حضرت ایوب ببینید الحمدلله 18 سال زحمتی بیماری الله کشید 18 سال در بول تخت سنگ خواه میرفت زنشو رحیمه گفتو دیدن که مردک جان من بی آخه تو پیغمبری یک بار هم طرف خدا دعا نمیکنی گفته زنک ما چند سال زندگی خوب کردیم چند سال در نعمت فراوان زندگی کردیم 80 سال زندگی من میخوام که 90 سال خدا دردم بدیم من میخوام که 10 سال دیگه با اضافهش کنه لازم که 90 سال خدا همه چون که رسد بچه های خوب داشت رسد دنیایی که بیشمار داشت الحمدلله خدا خواهد دائم کار میکردن شیطانی ملعون دیگه که خدا را نولکه گفت میگه آخی ایوب یک قدر چیز چوره دادهش میخونه دیا فرمایت هم میکنه اگر گفت همین چیزاشو بگی گفت عد نمیکنه میکنه گفت این بنده صادقه نمیکنه گفت خب یک قسم اجازتش داد تمامی ویاش علا سر داد خود شیطانی ملعونه الله سبحانه و تعالی مثال که فرزنداش همش مرد چندین زن داشت زناش همش پرتفتش برفتن یک تام رحیممون صادق خدمت کرد بینید دیگه از ذکر خدا نگشت الحمدلله از طاعت نمون عبادت نمون بینید الحمدلله من لا ورع له لازف کسی که میگه پرهیزکار نیست تقوا نداره و سبزیش نداره سبزیش علم بچی میشه انشالله خدا با تقوا پرهیزکاری کردیم مثلا ما شما بازار میبریم ده اکثر ما بازار میبریم بعضی چیزایی که شبهه نکرده نخرش انشالله خدا آدم نمیبره من حکومتم بعضی چیزا ریکلام نداره گیم که انسان نخری انسان نکنی انسان نکنی طوری می لیکن ما همسا باید که انشالله نخریم اینن علم طالب علم و دائم چی باشد انشالله در پرهیزکاری باشد چون که انسان یک حلقش حرام شود 40 روز دعاش اجابت نمیشه 40 روز محبت با علم و با عبادت ضعیف میشه نمیفورد 40 روز نه حلق انسان پاک میشه ولی چیله میگن که خودش چیله که در اسلام قدر درست نیست سببش که چون که نماز جماعت میمونه انسان سببش که ای جمعه میمونه این فرض خدا خواهد جمعه حج المساکین مثلا الله سبحانه و تعالی فرمان داده گه استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله فرمان خدای باید که انشاء چلشی نماز جمعه بیای اگرچه نه یعنی که نماز جماعت ترک میکنه همین جهت ها انشاءالله خدا خواهد نمک اگر خدا خواهد تقوا کنه پرهیزکاری کنه حقش پاک کنه انشاءالله سبزیش داره الله سبحانه و تعالی همون چیه علم هم سمیتیه انشاءالله خدا خواهد دمی برای همین ما و شما خدا خواهد دو چیزایی که خدا خواهد حضرت خدا خواهد علی گفتن که یعنی یکم چی گفتن خدا خواهد نیست گفتن خیر گفتن در او علمی که تقوا نداشته باشه پرهیزکاری نداشته باشه اگر همه انشاءالله خدا خواهد همه طالب علمیم الحمدلله همین رای الله نمیگردی طالب علم هستی انشاءالله خدا خواهد هیچ شما دلگیر نشه خدا خواهد انشاءالله چندین مراتب میگم که هم یک نیت تکنه من حدیث صحیحه کسی که میگه خدا خواهد میگه که من همین انشاءالله قرآن یاد میکنم میگه او که اینکه 3 پاره یاد میکنه 5 پاره یاد میکنه یا نیم پاره یاد میکنه 1 پاره میکنه و اجلش فرا میرسه عمرش با آخر میرسه ای دنیا گذره اگر خدا حق سبحانه و تعالی در قبر یک فرشته اول قوریه موکلش میکنه تا قیامت حافظ قرآن میخسته این بخت نیست موش مونده در قبر انشاءالله خدا خواهد از ما قبر میتشیم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به همین قدر اهل تقوا بودنش همین قدر پرهیزکاریش
وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم جهنم دوزخ میفته گریه نمیکردن، خب میسودیان. همین وقتی که قبر گوان حضرت عمر گریه سر میدونیان نواز کرد. صحابه که یا عمر اخی پیامبر همین قدر دوزخ عذاب شد، میگه یک بار نمیگیری؟ همین قبر گفت برادر گفت در دوزخ هم با مردم مثلم، دیگه در قبر تنها خواه میرم. میگه گفتن چه قبر گوری تاریکه، وقت تو چراغ بره، همین چراغش قرآنه. الحمدلله. مینه مزه کرده خداقت گبزه نکرده با خواه میره انشاءالله. خدا بودت نکو پای جنت می اندازن. الحمدلله. این بخت ایوازی سر کرنگی چون که ما شما ندیدیم که عمر مچان قید توری هیچ کس نزوگیم ده برای عمرش یکان گارانتیا نیست. از جانب خدا گیم که علاوه ده یک تا کاغذ نمیه که تو همین 60 نمیدونه میمریو 55 سال بعد همین مزه که بگرد 5 سال آخر نه کس نمیدونه. میگه هیچ کس نمیدونه که میمریم، بلکه امروز تا سهر خدا نه چند تا میریم. این عمر خدا خواهد فقط الله میدونه، حتی از رایل هم نمیدونه تا از جانب خدا اشاره نشود، تا از جانب خدا فرمان نشه که برو جانی اوه گیر. و پیش حضرت سلیمان اومد یک جوان که حضرت سلیمان صحبت داشتن که حضرت عزرائیل اومد و جوان دید، حیران شد که جوان ندید و لرزید. حیران شد گفت که این در این سوریه گشته، این باید که در خطای باشه، من جانی نه در خطای گیرم فرمایین در پیشی با سلیمان شده. گفت تو حضرت عزرائیل غیب زد. میگه حالا جوان که یا گفت سلیمان گفت یک دعا کنه، چون که در دور سلیمان علیه السلام شمال رولی سمالیوتا بازی میکرد. هم یک دعا گفتن، همین گفتن شمال من خطای نرسونه ایتا از عزرائیل و یک دعاش کردن برفت. یک دقیقه بود که حضرت عزرائیل اومد. گفتن یه برادر گفتن همین اون جوانه که در پیش من بدی همین دیدیش لرزید و گفت تو هم باید نگه کردی حیرون شدی تو. و گفت من خدا گفت که باید در خطای جان شگیرم، من در اینجا دیدم حیرون شدی که با خطای میرفت شد. و گفت من گفت امروز برم و گفت خودت خواهیم شدی و گفت که یک دعا که من شمال برم با جان شگیرفتم. گفت من نرم اونجا دیمی کجای نباشم فی ای ارض تموت. میگه سوره لقمان میگه کدام زمین انسان میمره نمیدونه، کدام حالت میمره، چی خیل میمریم، فقط نمیداریم انشاءالله خدا خواهد. برای همین صحبت با آخر میرسونیم انشاءالله خدا خواهد. همه ما که حرکت کنیم طالب علم شیم انشاءالله. خودمگو طالب علم ما در قنات فرشته ها میگردن، کسی که من موت فی طلب علم موت شهیدن، کسی که در راه علم مرا شهید میمره انشاءالله. و ما شهید آرزو میکنیم. ما شهید گفته چیکارو کردیم؟ شهید همه حالت هم اینجا منم دای مسجد پای وقت نماز نمره مبادا عجلت بیا شهید نشه. خدمتی پدر تک مادر تک شهید میشه. یک صحابه گفتن که من جهاد میرم، گفتن احیو پدر و مادر زنده های؟ گفتن زنده. خدمت هوایی که گفتن هوایم درجه الله میدیم. برای خدا خواهد پیوست هممو چی طالب علم باشیم خدا خواهد، چی ای ما کشیده خدا خواهد. ما هم هر روز خدا خواهد کتاب میبینیم، هر روز حرکت میکنیم که انشاءالله خدا خواهد یک چندم طالب علمیه. گفتم که این بخته، این بخت نمی راه از بچه عزیز، این بخت میدونه زورش نمی راه. این دیگه نجات نیست، این دیگه نجات نیست. فقط نجات همین چیه؟ اسلام های نجات. خدا خواهد انشاءالله قرآن چک زنیم، نجات حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم، نجات مسجد انشاءالله خدا خواهد. کار نکنه کار بکنه که وقتای نمازی دیده بیا خواهد بالا سیت برمده ماشین و الحمدلله پیاده گردی نیست. خدا خواهد هم بره هم یک تا ماشین تا دو یک هزار با هم جمع میورد. یا هم طرف میخواد مسجد هم که گرد دعا که میگن خدا کار من کشایشته مثال امروز گفتون که پیاده هم اگه جای بحانه نیست یا الحمدلله همه شرایط همه چیز خدا خواهد دلت را بیشتر ریختمون برای مسجد نرسی. خدا هم خنگی کنش دیده میای هم یک خدا خواهد 15-20 منوت نمازه که میخونی با دل روشن خدا خواهد خدمت الله کنی. الله همیشه در خدمت ما و شما با میرم پای کار با میرم خواه میره هیچی
گفتم کو یای خواو یای کور هیچی نیست. نجات در همین راه خدا خود، نجات در همین جای. بام داده خون میگه کسی که پیامبر بام داده خونه من صلی صبح فهو فی ذمت الله، خدا در ذمه‌اش میگیرد. امروز نترسه گشتنگی، خدا کفیلیت میگیره، هیچ آفت بلا نمیرسد. یک نماز خطرالی با پیشی نه عصر شام امروز خفتن میخونیم خودمون خفتن خونده برفتم ما ذکر خوره نیمی خدا خواهد توسط دوی شو زنده گردوندن شب در نام اعمال فرشته می نیسن. اگر میگه با بامداد آمده خونه میگه بالکل شب میگه فقط در رای خدا خدمت کرد. انا بخت این شانسو من شما ده همه نمیشه این شانس. این شانس اگر دست خدا خواهدتون کن خواهی بره با وقت خواه اگر ساعت به امداد خدمتونی میسازی برگم که یک ساعت هم کور پورو که چت که یک در رو دیولتا محکم کرو چیکار که خدا پرتو خدا خواهد نیت که بار که میخیزی همین خدا جان همین ساعتی 4 بیدارم که بیدار نکنه تو در اون گو هم تعلق داریم هم تا معکل فرشته هایی که اومده خدمتت میکنن یک اوه میگه ببین پدرت میشوه یکی کس میجنبوند خیز میگه وقتی خدا وقتی زوره با خدا شید باید میگم بعضی من ساعت 2 ساعت 3 خواه میرم الحمدلله هم با 5 نمیخیزم پریدم هم هزار حلاق باشم هزار همون ساعت البته ابر بیدار میشم غیرت کنم خسته میرم نگه نکنم ملعون خدا خواهد سرم خودم خواره 3 غره میزنش بدبخت برم تو بدبخت با علت میفته مزه کن کجا میره بامداد همجا میخونی آخی مزه کن بدبخت هم در جای همین یک علاف تا خستی تمام یک تا رشتش کنده میره دیمش تورات کنی دیم رشتش کنده میره سیم رشتش خدا خواهد نمازی بامداد خونی بالکل ای ملعون افتش خلاص میشه انسان هر در پای میگرده داریم یک دقیقه نمیمونم دقیقه 30 کن نمیمونه که ما ای بدبخت خولیم دقیقتی ما لیکن الله داریم انشاءالله خدا خواهد الله خودش مهربانه همیشه خدا خواهد انشاءالله گفتم که نیت که مقصد که الله میرسونه خدا هم تا خدا انشاءالله برای عبادت های دست در طاعت عبادت کنیم انشاءالله سعادت خدا خواهد دو دنیا نمیرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمدین و علی آل محمد و بارک و سلم علیه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ای پاک و پروردگار آنچه مسائلی که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی در دلهای مایان نوری ما نور قرآن نور اسلام را جایگیر بگردانی در همه دنیا عالمان و خاریانی با عمل بگردانی محبت ختم محبت حبیبت محمد صلی الله علیه وسلم محبت قرآن اسلام را جایگیر بگردانی تا دمیدنی صبح الله سبحانه و تعالی همین قوم و جمعیت ما همین دیار ما همه دنیا را مسلمانان را خدا در حفظ و پناه نگهبان باشی از بلاهای از زیر سمای در پناه خود خدا نگه داریم ما را ثواب گذشتگان همین اهل جمعیت همین مسجد هم چندین بابا هم آباد کرده برفتند خدا آنها در همین دیار گذشتگی هم محتاج دعا هستند خدا آنها خبرهاشون پر نور آخرشون آباد بگردانی استعیذ بالله و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.